چطوری؟ من مهسا رضا هستم و خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو از یوتیوب. خب بچه این ویدیو اصلا چی هستش؟ این ویدیو اولین ویدیو هستش و ویدیو معرفی من داخل یوتیوب هست. توی آپارتم ویدیو معرفی گذاشتم ولی اینجا هم گفتم باید حتما بذارم و بریم بدونیم که من کلا کی هستم. من اسمم مهسا و دختر هستم. من دخترم. I am a girl. آره من دخترم و الان حدود 9 ماه میشه که توی پلتفرم آپارات دارم فعالیت میکنم و توی اونجا 1900 تا عشق جمع کردم برای خودم و گفتم که چنل یوتیوب هم بزنم و این چنل یوتیوب خودتونه. لقب من خب مهسا ردت هستش ولی تأکید میکنم ولی این ردت هیچ ربطی به بازی ردت ردمشن نداره و فعالیت محتوای من گیم هستش که توی آپارات بیشتر از گیم میذاریم ولی اینجا مثلا چالش ها رو میذاریم، ولاگ میذاریم، گهگداری هم یه گیم اینجا میذاریم ولی اصلش توی آپارات هستش. توی خود آپارات یا هم گوگل هم بزنیم مهسا ردت براتون میاره. بازم لینک همه کانال ها رو زیر ویدیو براتون میذارم، برید حتما اونجا جوین بشین چون آپارات بیشتر فعالیت داره ولی یوتیوب فعالیت خفن ادیتور گود و همین دیگه چیز خاصی نیست. و براتون بگم من 12 سالمه ولی 18 اسفند رفتم توی 13 ولی در اصل هنوز 12 سالمه و کلاس 6 هم دارم میرم تازه 7م و قراره به یه دوره چیز پاره کنی بریم که خدا میدونه چی قراره پیش بیادش و آره دیگه خلاصه و توی آپارات هم یه نیمچه درآمدی داریم و از اینکه من کلا این یوتیوبمو کلا یوتیوب آپارات ویدیو گرفتن اینا خواستم چیز کنم شروع کنم یه سری هدفایی داشتم که الان میریم بهتون همه هدفامو میگم. بچه‌ها یه چیز دیگه هم بهتون میگم، این ویدیو میدونم خیلی کوتاه میشه و یه چیز کلی میخوام از خودم بدونین که من کیم. آقا یه بچه اینجا در اومد این کیه خب و یه سری بذار هدفمو بهتون بگم. بچه هدف اصلی من خب نه مثلا نمیدونم درآمد بوده نه مثلا من خب دوست داشتم یارت معروف بشم خب یعنی هر جایی که میرم مثلا من بشینم میگم این دختر هست و فلان مثلا داره انجام میده ویدیو میگیره و اینا و با خودم نشستم قبلا فکر کردم گفتم خب خوانندگی که مجاز نیستش کلا ولی عاشق موزیکم یعنی جونمو میدم برای آهنگ و اینا خلاصه و گفتم خواننده که ما نمیتونیم بشیم مگر اگه یه پارتی چیزی داشته باشی برید خارج که کارت انجام بدی که اونم نمیشه و بعد گفتم بازیگری هم که خیلی سخته پس از خوانندگی رفتیم به بازیگری از بازیگری اومدیم به این عرصه تولید محتوا و دارم فعالیت میکنم. والا فعلا که 1900 نفر منو میشناسن خدا رو شکر. برای شروع خوبه 1900 نفر منو میشناسن خیلی خوبه. خلاصه هدف اصلی من اینه که معروف بشم خلاصه منو بشناسن و از محتوام خوششون بیاد بتونم یه آموزشی به اونا بدم اونا به من یه آموزشی اونا یعنی شما منظورم مثلا به شما یه چی یاد بدم شما یه چی من یاد بدین خلاصه و همین دیگه چیز خاصی هم نمیمونه. و بهتون بگم من داخل تهران زندگی میکنم ولی اصالتا کلا بابام که مال تهران مامان بزرگ و اینا همه مال اصفهان هستن کلا اصالتا من اصفهانیه و همین چیز خاصی هم نمیمونه که بهتون بگم. آره خلاصه اینجا هم باز فعالیت میکنیم تا اونجایی که بتونم اگه فیلترها همکاری کنم فیلتر شکنم. خلاصه همین دیگه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه با سوال چیزی دارین ازم بپرسین جواب میدم توی ویدیوها و تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.